سلام بینندگان ارجمند. امروز چهارشنبه 10 ایول است. شما نشید تازه برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی را می‌بینید که با تلاش همکاران در تاجیکستان و پراگ تهیه شده است. حالا با موضوعهای اساسی این برنامه شناس شوید. صاحبکار زاده تاجیکستان سلیم جان نصرالدینов و دو همراه روسش در دادگاه آمریکا اعتراف کردند که به روسیه محصولات تحریم شده می‌فرستادند. در کولاب دو فراغتگاه تابستانه برای مکتب بچه‌ها فعال شد، ولی بسیار عائله‌ها امکان مالی به استراحت فرستادن فرزندانشان را ندارند. شرایط باشه که میره لگر نیست و خیامون هیل از زندگی را پیش میبریم یک جا لگر میریم. میخواست داماد پرزیدنت شود ولی به حبس گرفته شد. در قرقیزستان داماد شونده جیانی صادر جباروف را در فروش مواد مخدر متهم میکنند. عیبدار شونده های پرونده پرسر و صدایی که یک صاحبکار موفق تاجیک تبار سلیم جان نصرالدینов را نیز فرا میگیرد در دادگاه بروکلین امریکا عیبنامه رسمی را اعتراف کردند. در مرافعه سه جوابگر از جمله این صاحبکار تاجیک تبار و دو صاحبکار روس اقرار شدند که با مصلحت پیشکی در تجارت محصولات تحریم شده و منفعت روسیه اشتراک کرده اند. تفصیلات جریان مرافعه در گزارش همکارم شادمان یتیم. صاحبکار زاده تاجیکستان و ساکن بروکلین نیویورک سلیم جان نصرالدینов و شریک تجارتی او نیکولای گالتسев یک ساکن کانادا در دادگاه فدرالی بروکلین گفتند که از نام شرکت‌های روسی تحریم شده در خریدن قسم‌های محصولات رادیوتکنیکی میانرو شد. بعداً همین محصولات فرستاده آنها در انبارهای سلاح مصادره شده روس‌ها در جنگ اوکراین آشکار گشته است. عیبدار شونده سیوم کریستینا پوزیروا گفته است گناه خود را تنها در قسمت مشورت با هدف شستشوی درآمد از نقشه اکسپورت محصولات اعتراف میکند. با نوشته دفتر مطبوعات وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا به نصرالدینov و گالتسев تا 20 سال زندان تهدید میکند. در مرافعه دادگاهی که 9 ایول برپا شد، بریان پیس دادستان ایالات متحده آمریکا در حوزه شرقی نیویورک گفت عیبدار شونده ها قانون ایالات متحده آمریکا را پایمال کردند تا که بر روسیه در جنگش ضد اوکراین یاری رسانند، ولی پیش راه آنها گرفته شد و آنها به جوابگری کشیده شدند. معاون دادستان لیزا موناکو در مرافعه گفته است عیبدار شونده ها مواد الکترونی آمریکایی را با ارزش میلیون ها دلار صادر کردند و این محصولات برای موشک و هواپیماهای بی‌سرنشین به کار رفته است که روسیه در جنگ ضد اوکراین استفاده میکند. ایوان آرولو یک نماینده تفتیشات گفت با اعتراف امروزهشان هر سه عیبدار شونده دست داشتن خود را در نقشه رساندن کمک مادی به کرملین در حجم بیش از 7 میلیون دلار در حمله های بی‌رحمانه‌اش به اوکراین تصدیق کردند. در پرونده گفته شده است که عیبدار شونده ها با استفاده از دو شرکت ثبت شده در بروکلین امریکا با نام SH Brothers و CN Electronics Inc. مال و محصولات تحریم شده الکترونی را از امریکا به کشورهای سیوم مثل ترکیه، هنگ کنگ، هند، چین، امارات متحده عربی خریده به روسیه فرستادند. بعضی از این محصولات فرستاده شده در میان سلاح‌های روسی در جنگ اوکراین آشکار شده است. معلوم نیست مشخصاً در مرافعه دادگاهی نصرالدینov و جوابگران دیگر چی گفتند. خبر بازداشت او و دو گمانبر دیگر ماه نوامبر سال 2023 نشر شد. سلیم جان نصرالدینov در بین مهاجران تاجیک امریکا فرد شناخته و صاحبکار موفق دانسته می شود. گفته می شود او همچنان مالک یا هم مؤسس طربخانه با نام تندوری در بروکلین است. گفته می شود نصرالدینov سالهای دراز در روسیه کار و زندگی کرده، از جمله در خرید و دسترس کردن تجهیزات برای ساختمان نیروگاه راغون در تاجیکستان یاری کرده است. او همچنین فعالیت علمی داشته، دکتر علم‌های اقتصادی است. رساله دکتریش را در روسیه دفاع کرده است. حامیان حقوق اصلاح و تغییرات پیشنهادی به کودکس حقوق ویرانکنی مأموری در روسیه را تنقید کردند که در صورت قبول اجازه می‌دهد مهاجران برای یک قانون شکنی ناچیز از کشور رانده شوند. از این پیشتر وزارت کارهای داخلی روسیه طرح قانونی را به دوما پیشنهاد کرد که اجازه می‌دهد مهاجران بر اساس 20 بند نوی قانون از روسیه رانده شوند. درباره این اصلاحات پیشنهادی صحبت داشتیم با والنتینا چوپیک، حامی حقوق مهاجران، و نخست نظرش را درباره ماده‌های نو
пурсидем. В этой истории из 20 статей значение имеют 2-2,5. در این داستان از 20 ماده 2 و یا 2.5 تا آن اهمیت دارند. اولی ماده مهم ماده مایده افباشی است. هدف بازداشت هر مهاجری که قانونی و یا غیر قانونی و یا به هیچ دلیل در کوچه دستگیر شده است پلیسیتانی است. هر وقتی که مهاجر دستگیر شد او را به هیچ دلیل به مایده افباشی متهم می‌کنند. در سندهایشان می نویسند که در جایهای عمومی با صدای بلند، گپ‌های بد و یا دستک زد. در نزد مسجد یا داخلی مسجد. چون این سندها را در یک روز تا 400 تا می نویسند. این یک کار معمولی است و اکنون به مهاجران نه تنها با جریمه 500 روبلی بلکه با اخراج از روسیه تهدید می کنند. مردم را وادار می کنند که پول دهند برای حق خود صدا بلند نکنند. دوم ماده نافرمانی به کارمندان پلیس است. اکنون هر وقت مهاجر از پلیس خواهد سندش را نشان دهد یا سبب‌های بازداشتش را بگوید آنها همین طلب‌های قانونی را نافرمانی به کارمند پلیس و یا سرپیچی از اجرای امر آنها می نویسند. هدف این به حقوق ماندن انسان ها است. یکی از ماده های دیگر که خنده آور است ماده تشکیل و یا شرکت در جمع آمدهای بدون اجازه است. به نظر من اکنون در یک مسجد جمع آمدن 3 مسلمان را تشکیل گرد همایی غیر قانونی نامیده مردم را باز هم با هدف پولسیدانی دستگیر می کنند. سوال دیگر از والنتینا چوپکین بود که چرا ماهای اخیر بدرفتاری با مهاجران و اخراج آنها با هر بهانه از روسیه زیاد شده است؟ این بار اول نیست. در روسیه هر وقتی که حکومتداران از بهر حل مشکلی نمی برایند و مشکلات جمع می شود آنها یک دشمنی موافقه برای خود جستجو می کنند و مهاجران یک دشمن بسیار مناسب هستند. آنها بی حقوقند، با جامعه همایش نیافتند و کسی پشت آنها را نمی گیرد. بسیاری از مردم تهجایی به مهاجران نفرت پنهانی دارند و فقط به این سبب که به آنها مانند نیستند. از بس که مهاجران به مردم تهجایی مانند نیستند آنها را در ازدحام به آسانی میشناسند. برای همین هر وقتی که روسیه در یگان کار ناکام می شود ظلم به مهاجران را آغاز می کند. هدف این محض ظلم به مهاجران نیست. هدف این کار دور کردن توجه اهالی از قرارهای بدی است که حکومتداران روسیه قبول می کنند. والنتینا چوپک حامی حقوق مهاجران در روسیه درباره تغییرات پیشنهادی به قانون صحبت میکرد که راندن مهاجران از کشور را بسیار آسان میکند. و وادیم کاژنف رهبر فدراسیون مهاجران در روسیه گفته است که راندن مهاجران برای رعایت نکردن قاعده های راه نادرست است و باید آنها فقط جریمه شوند و تمام. او به رسانه های روسیه گفته است که اگر مهاجر در مدت 3 سال 2 دفعه قاعده حرکت در راه را رعایت نکند او را از کشور میرانند که کاری درست نیست. به قول او کسی کار میکند مالیات میسپارد به مردم خدمت میرساند نباید از روسیه رانده شود. بینندگان عزیز نظر شما به این تلاش های مقامات روس درباره آسان کردن راه بیرون کنی مهاجران از روسیه چی است؟ فکر و اندیشه های خود را زیر برنامه اخبار آزادی نویسید. در کناره‌های شهر کولوب کار 2 آسایشگاه کودکان برقرار شده است و 10 مکتبخانه اکنون میتوانند 12 روز تابستان گرم را در این فراغتگاه بچگانه پشت سر کنند. ولی چون این امکانیت همانا نه برای همه خانواده ها فراهم است چون مسئله خراجات پولی آن مشکل اساسی باقی میماند. ارزش خرج استراحت یک کودک در یک روز در چنین یک آسایشگاه در حدود 40 سامانه حساب شده است. محمود جان رحمتزاده از شرایط یکی از این آسایشگاه ها دیدن کرد. در این اتوبوس کودکان به آسایشگاه شراره بیرون از شهر کلوب می روند. این استراحتگاه تا 3 سال پیش بسته بود. حکومت کلوب آن را بازسازی و دوباره فعال کرد. اکنون 10 کودک تابستان را در اینجا می گذرانند. طبق نقشه تصدیق گردیده امروز با لاگر استراحتی بیرون از شهر شراره 105 نفر
خانندگان مؤسسات تحصیلات میانه عمومی شهر و دهاتی کلاب سفربر کرده شدند. اما چنین استراحت به هر کودک نصیب نمی شود. ساکنان دهات میگویند تعطیلی تابستانه کودکان آنها هر گونه سپری می شود. غیرتعلی میگوید یاد ندارد که کودکانش باری هم به لاگر رفته باشند. لاگر استراحت های که جو شرایط باشه که میره لاگر نیست و خیامو هیل از زندگی را پیش میبریم اگه جو لاگر میریم. این در حال است که اکثر مکتب‌های میانه کشور به نام لاگرها تشکیل میکنند. بعدی پایان درس‌ها تا 10 روز کودکان در صنفخانه‌ها استراحت میکنند. این استراحت در مکتب‌ها تا نصف روزی ادامه می‌یابد. بعد نصف روزی کودکان رخصت شده و به خانه‌هایشان برمیگردند. وقتی زیادتی کودکان در خانه می‌گذرد. تعطیل تابستانه کودکای ما در خانه ماما و باباشون در یگان جا مهمانی رفتن. در خانه خودمان می‌گذره. استراحت تابستانه کودکان در آسایشگاه‌ها یکی دیگر از میراث‌های زمان شوروی است. چون این استراحت آن وقت رایگان بود. اکنون تنها آنهای بچه‌های خود را به لاگر می‌فرستند که توانشان را دارند. زیرا خرج چنین استراحت به گفته ساکنان در 12 روز از 60 تا 500 سوم است. فرزندان آنهایی که چنین امکانیت را ندارند در خانه یا لب دریاها با آببازی سپری می‌شود. در منطقه کلاب 310,000 کودک سنی مکتبی و 2 لاگر کلان استراحتی موجود است. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلاب. و امروز معلوم شد که دادگاه ناحیه پیروامایسکی شهر بیشکک روز 6 ایل داماد شونده پرزیدنت قرقیزستان صادر جابروف را به حبس پیشکی گرفته است. افتاندیل صابیربеков 2 هفته پیش به برادرزاده جابروف لذت نورکوجویeva پیشنهاد ازدواج کرد و حشمت و خراجات هنگفتی این مراسم مورد انتقاد در جامعه قرقیزستان شد. دادگاه گفت که صابیربекov برای تهیه و فروش حجمی مخصوصاً کلان مواد مخدر بازداشت و به جوابگری کشیده شده است. او تا 3 آگوست به حبس گرفته شد. تفصیلات در گزارش همکارم طاهر سفر. درباره افتاندیل صابیربекov رسانه‌های قرقیزستان آخر ماه ایون آگاه شدند. او در یک مراسم بسیار باشکوه و سرخرج در نزد یک کوه بلند سوار چرخبال وزارت حالت‌های فوق‌العاده قرقیزستان به لذت نورکوجویeva پیشنهاد ازدواج کرد. نورکوجویeva دختر برادر خردی پرزیدنت صادر جاباروف است. بحث و انتقادها زیاد شد و صادر جاباروف برای این کار لذت و داماد شونده‌اش عذر خواست. او گفت که خویشاوندان پرزیدنت باید خاکسار باشند و به خرج و خراجات زیاد راه ندهند. جاباروف گفت که داماد شونده جوانی کرده است. حالا سخنگوی پرزیدنت به مطبوعات گفته است که صابیربکov می‌خواست از راه خویشاوندی با خانواده پرزیدنت برای خود افرادی با پشت و پناه پیدا کند. بر اساس همه دلیل ها می شود گفت که هدف اساسی این جوان پیدا کردن نفران در قدرت بود تا فعالیت های غیر قانونی او را بپوشانند. تاکید می کنم که پرزیدنت صادر جاباروف فعالیت غیر قانونی هر کسی را که نباشد پنهان نمی کند. جزئیات عمل های غیر قانونی داماد شونده سابق و شریکانش در جریان تفتیشات تحقیق می شوند. و یک خبر در جمهوری قبردینو-بالقوری روسیه 10 نفر را با گمان اشتراک در به اصطلاح گروه پلیس شریعت دستگیر کردند. تفتیشات پیشکی میگوید که به این گروه غیر قانونی مردان 26 تا 54 ساله عضو هستند و آنها دوام 5 سال با لطوکوبی نفرانه مشغول بودند که با گفتهشان شیوه زندگی و کارشان با اعتقاد دینی آنها موافقت نمی کند. در مجموع از کار این پلیس شریعت 14 نفر شکایت کردند. آنها گفتند که آنها را با کلتک و چوب لطوکوب کرده فشارهای روانی هم رسانیدند. یک عضو این گروه ساکن 40 ساله شهر ترنیاز در تشکیل سازمان اکستریمیستی گمان بر می شود و به او تا 10 سال زندان تهدید می کند. و بینندگان عزیز در همین جا برنامه اخبار آزادی به پایان می رسد. تشکر که تا این لحظه با ما بودید. خبر و ویدیوهای بیشتر را می توانید در وبسایت ما azadi.org دسترس کنید. اینچنین به صحیفه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، تیک توک و تلگرام وارد شوید. خدا نگهبان شما.